نکته دوم که آقای نوری‌زاده گفتن، من هم به سهم خودم به عنوان یه آدمی که مسلمونم هستم نمیتونم این افسوس رو نگم، به خصوص نسبت به روحانیونی مثل آقای سیستانی یا آقای وحید خراسانی، امثال آقای جنتی. اینا حسابشون تیه، اینا دستشون در کاسه آقای خامنه‌ای و در خونهایی که ریخته شده شریکن. از اینا انتظاری نمیشه داشت، یا پرس تیوی یا دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت. اما یک سری از این آقایون جوانای این مملکت، هیچ فرق هم نمیکنه شیعه و سنی، بهایی، مسلمون، یهودی، مسیحی یا غیر معتقد به هیچ دینی، عابد توانچه، سوسیالیست، زندانی، و همه رو تو این مملکت کشتن. یک صدا از این آقایون در نیامد. الان همشون معرکه گرفتن. در بحرین البته یک دونه آدمیزاد کشته بشم زیاده، همه متاسفیم و حاکم بحرین هم غلط میکنه، دستشو به خون بچه‌های بحرین دراز میکنه. ولی این روزخونی که این آقایون راه انداختن، چرا یک دونهشون صداشون در نیامده؟ از وا اسلاما و وا شیعه ها سر نکشیدن وقتی جوانای ما رو کف خیابون کشتن، یا در زندان ها تجاوز کردن، یا اعدام کردن، یا در زندان ها نگه داشتن. همین آخرین به اصطلاح چهارشنبه سال 3 نفر کشته شدن به ضرب گلوله. حالا بچه‌ها دارن سعی میکنن اسامیشون رو در بیارن. من بنابراین این تأسف عمیق خودم رو نسبت به روحانیت شیعه نمیتونم ابراز نکنم و امثال کسایی که در سطح مرجعیت نشستن و یه عمری این نونو خوردن، نون مردم رو خوردن، مردمن که به اینا وجوهات دادن، سر پا نگرشون داشتن. وقتی مردم میکشن چرا صداشون در نمیاد؟ خب آقای نوری‌زاده، صحبت بحرین شد. ببینید گروهی از فیلمسازان ایرانی، آقای مجید مجیدی، ابراهیم آتانکیا، کمال تبریزی، سید مهدی شجاعی، بقیه متنی نوشتن راجع به مردم بحرین. برادر بحرینی ما دلمان در میدان لولو جا مانده، همون میدانش. کاش در کنارتان بودیم و حنجره خسته از فریادتان را میبوسیم. این همپیمانی، این حمایت رو شما با توجه به اوضاع بحرین چطور میبینید؟ و بعدش البته من پرسشی دارم راجع به خود بحرین از شما. بله، من الان خدمت رو عرض بکنم. نکته اول، من اشاره به سخنان دکتر سازگارا، ببینید روحانیت شیعه به اعتقاد من در جریان رویدادهای ایران آبروی خودش رو از دست داد. یعنی اون نامه‌ای که ماها نوشتیم، خیلی آمون برای آقای سیستانی فرستادیم، یه پاسخ یه خطی از جانب دفتر ایشون که برای آقای سیستانی در امور سیاسی مداخله نمی‌کنن. بچه‌ها رو، حالا حداقل در مورد ایشون که رو شیعه ها تعصب دارن، بچه شیعه ها رو در کهریزک مورد تجاوز قرار دادن و حضرت آیت الله ککش هم نگزید. اما در مورد بحرین از ملا حسن لوله هنگی گرفته تا آقای سیستانی و بشیر نجفی و آقای نمیدونم شیخ مشایخ ایران، آقای نمیدونم جنتی و غیره و غیره، همشون به جوش آمدن و نگران، وحشت زده در لبنان، در عراق، تظاهرات آقای مالکی و غیره. این نفاق نشون میده که اولا ماجرای بحرین یک برنامه ریزی است، یک توطئه است. شیعیان بحرین اکثریتی هستند که حقوقشون غصب شده و قانونا و حقا اینها باید به حقوقشون دست پیدا کنند. تظاهرات مسالمت آمیز رو آغاز کردند در میدان لؤلؤه یا در میدان مروارید. پادشاه فرزندش امیر سلمان ولیعهد رو مأمور کرد که بره با آقایون صحبت کنه. ایشون هم رفت، مشغول مذاکره بودن تا یک دسته‌ای که تا خرخره‌شون نوکر جمهوری اسلامی هن، پول میگیرن، آموزش دیدن. همین آقای شیخ حسنی که در لبنان گرفتنش، تحویلش دادن، پادشاه بخشیدش، از روز سوم پرچم جمهوری اسلامی رو برد بالا، حالا دوباره گرفتنش. اینا آقای چالنگی قصه جنایت علیه مردم محکومه، اما مردمی که با ماشین میرن روی پلیس، تصویرش دیگه تو همه فیلم ها هست، پلیس بدبخت رو میزنن با ماشین، 4 بار میرن روش، رد میشن، چون اسلام ناب انقلابی محمدی ولایی بهشون چنین اجازه ای رو میده. و این آقایون علما و این آقایون خردمندان جهان تشیع ککشون هم نمیگزه. فیلمسازای ما چی آقای نوری‌زاده؟ الان به فیلمسازا میرسم. در ایران ماشین نیروی انتظامی میره روی مردم لهشون میکنه، صدای اینا در نمیاد. و در بحرین
که مأمور پلیس قربانیه، اینا علیه قربانی اعلامیه میدن و محکوم میکنن. در بحرین داستان به این سادگی نیست. ای کاش فرصتی بود که بگویم در یه امیرنشین 700 کیلومتری جامعه دو شقه شده، دختر بچه 13 ساله شیعه با دختر بچه 13 ساله سنی تو مدرسه به جان هم میفتن و تماما به خاطر جمهوری اسلامی با تبلیغات ننگاوری که از العالم و سحر و کوثر و پرستیوی دارن پخش میکنن. اما آقایون فیلمسازان ما، آقای حاتمی کیا، چطور دلشون نسوخت برای بچه‌های ایران؟ چطور هم نفس و هم دل نشدن با بچه‌هایی که در میدان آزادی بودن؟ با ندا آقا سلطان چطور ایشون اظهار همدلی نکردن؟ حرفی راجع به سهراب عربی نزدن؟ پروین خانم مادر سهرابم خیلی دلش میخواست آقای کمال تبریزی یه همدردی باش میکرد، اما آقایون نکردن. ولی حالا چون خب گفت درخت مفت و گنجش مفت و گلولم مفت، شلیک میکنن به سوی بحرین که مراتب آزادگیشون رو نشون بدن. همون بساطی که قبل از انقلاب بود. خود ماها اشک میریختیم برای ویتنام بدون اینکه داستان ویتنام رو بدونیم چیست، بدون اینکه بدونیم کوبا چه خبره. آقای کاسترو قهرمان ما بود. حالا آقایون میخوان از شیخ حسن سلمان و شیخ حسن مشیمه و شیخ حسن مشیمه و نمیدونم محمد و حسین و غیره قهرمان بسازن. اینا عوامل و نوکران ولی فقیه هن و به طور کلی در بحرین یک جنبش درست آزادی خواهی هست که میخواهد حقوقش رو بگیره، او رو باید تایید کرد. ولی این شلوغیایی که تو خیابون میزنن و با ماشین میرن، مأمور زیر ماشین میگیرن، اینا توطئه جمهوری اسلامی و جنگ حیدری نعمتی. شما معتقدید به دموکراسی، آقای نوری‌زاده هم همینطور بسیاری. من نمیگم این آقایون، یک فیلمساز هر کسی، فرض کنید همین آقای حاتمی کیا، شاید اعتقاد داشته باشن به نظام موجود در ایران و اعمالی که انجام میده. این چه اشکالی داره آخه؟ خب آخه اگر شما برای آزادی قائل هستید، احترام قائل هستید که هستید، برای خودشون محترمه، ولی به اسم حقوق بشر دیگه نمیتونن از این حکومت دفاع کنن، به اسم آزادی نمیتونن از این حکومت دفاع کنن. یه کسی میتونه بگه بنده قائلم این آقای خامنه‌ای ولی امر مسلمین جهانه، شرعاً عرفاً اجازم داره، حقم داره دستشو به خون و مال و جان مردم ایران دراز کنه. عقیده‌اش برای خودش محترمه، بنده و شما و امثال هم تو روش وای میسیم. طبیعتاً خط روشن و پررنگی هم بین ما کشیده خواهد شد. ولی یه کسی بیاد بگه که یه جای دنیا مثل بحرین باشه برای حقوقش، منم مدافع مردم بحرینم، چه شیعه چه سنی، حقوق شهروندیشون رو داشته باشن، آزادی، پارلمان، انتخابات، حاکم انتخابی، مطبوعات آزاد و امثال هم. ولی نمیشه که واسه اونجا بخوای بعد واسه ایران نخوای، واسه اونجا بخوای بعد تو ایران شما چشمتو ببندی رو به همه جنایت هایی که حکومت داره میکنه. اصلا این امروز در یمن 39 نفر کشته شدن، همین امروز با تک تیرانداز از بالای پشت بونم زدم، با لباس شخصی. انقلاب اسلامی که یه روزی میخواست انقلاب اسلام و معنویت صادر کنه، فعلا صادر کننده لباس شخصی شده. تکنولوژی آدمکشی و گردن نگرفتن. در سوریه هم از چهارشنبه تالا اتفاق افتاده. اتفاقا در چهارشنبه سوری سر ساختمونا تک تیرانداز گذاشته بود همین حکومت جمهوری اسلامی، برای اینکه میترسیدن مردم وقت ساختمان‌های دولتی رو بگیرن. بعیدم نیست 3 تا بچه‌ای که کشته شدن با تک تیراندازا کشته شده باشه. این نمیشه که من ژست آزادی خواهی بگیرم که در بحرین حقوق شهروندی پامال میشه، خیلی هم خوبه، اما بعد در مورد مملکت خودم چشممو ببندم. عرض می‌کنم خدمتتون اعتقاد شاید دارید. ببین آخر این بیانیه هم یه اعتقادش برای خودش محترم، آیه مبارکه قرآنی است به قول علما که آوردن نوریدون شما بهتر نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الوارثین آمریکا، یعنی همون داستان فیلم. ببینید حالا این آقایون که من بحث نمی‌کنم، بله همه دعوای ما هم با امثال آقای سیستانی یا وحید خراسانی یا این آقایون فیلمسازا یا هر کسی دیگه. ببینید آقای لاریجانی و آقای خامنه‌ای اینا حسابشون ته، اینا دستشون توی خون مردمه با حکومت. اما آقایونی که میگن ما مستقلیم و ژست آزادی خواهی میخوان بگیرن، ژست حقوق مردم، تأسف بر خون ریخته شده، این آقایون همه مشکل اینه که برادر من نمیشه شما یه بام و 2 هوا باشی، یا آزادی خواهی بعد تو ایران هم باشی. نمیشه اینجا چون مواجب بهت میرسه یا بهت اجازه فیلم ساختن میدن یا اکران میدن
چشمتو ببندی بعد دل بسوزه. ضمن اینکه آقای چالنگی یه داستان سیاسی کثیف دیگه هم الان در ایران هست. این آقای احمد نژاد و رحیم مشایینا میخوان کاریکاتور جشن 2500 ساله درست کنن. هنوزم معلوم نیست کی قراره 7 و 8 فروردین بیاد ایران. این طرف مخالفینشون تو حکومت داغش کردن بحرین و کربلای بحرین و آی در منطقه فلان که بلکه این بساط برده. البته من شخصا خودم امیدوارم بساط به هم نخوره. اینا چند تا از رهبرای دنیا رو بیارن برای اینکه اومخ مردم ما تظاهراتی که میکنن. یه عبدالله گل تو ایران بود، اینا قاطی کردن برای اینکه بالاخره با 4 تا خبرنگارم میان، هرچی که در مملکت میبندن. یه دونه الله اکبر که بچه‌ها سر پشت بوم بگن، یه تظاهرات پراکنده بکنن، اقلا همه همراهای این رهبرای دنیا هم خواهند دید تو ایران چه خبره. فیلمسازا رفتیم به طرف عبدالله مول. آقای نوری زاده ببینید راجع به بحرین این صحبت‌ها رو میکنن مسئولان جمهوری اسلامی، اما ولید المعلم تهران بود وزیر خارجه سوریه، بیانیه مشترکی که دادن خواستار حفظ یکپارچگی بحرین شده و همینطور گفتن بیاین مذاکره کنن و قضیه چیه؟ یعنی سیاست دوگانه است یا سوریه دخالتی داره در جایی؟ ببینید آقای چالنگی، من اینو برای اینکه هموطنان ما هوشیار باشن اینو عنوان کنم. هوشیار هستن البته. رژیم جمهوری اسلامی وارد بازی بسیار خطرناکی شده. دیروز مهدی صفری معاون وزارت خارجه گفته بود این عربای شتر سوار سوسمارخور وحشی، این نوع ادبیات رو در این شرایط به کار بردن برای تحریک مردمانی که این اسلام ناب انقلابی رو متاسفانه به حساب عربی میذارن، چون ربطی نداره. ما 2-3 میلیون 3 میلیون هموطن عرب زبان و عرب داریم، ریشه عربی دارن و اینا در ایران هستن. این تبلیغات ضد عربی رو در ایران راه انداختن به ضرر مصلحت ملی ماست. رژیم میخواد از این بهره برداری کنه، میخواد یه فضای ناسیونالیستی وهمی در کشور ایجاد بکنه. اگر اینا صحبت بحرین میکنن، داغ دلشون مثل مرحوم پزشکپور یا زنده یاد داریوش فروهر نیست که بحرین از دست رفت. نه، اینا بحرین رو جزئی از امارت اسلامی امام زمانی خودشون میدونن. دولت مهدویت، عراق، بحرین، منطقه شرقی عربستان. بعد اینا اومدن ایراد گرفتن که چرا عربستان و قطر و امارات نیرو پیاده کردن. اولا اینا ضمن منظومه شورای همکاری‌های خلیج فارس هستن و طبق میثاقی که دارن هر کشور به خطر بیفته کشورهای دیگه میتونن نیرو ببرن. اما اینکه در 91 در کویت بردن. کشور یا حکومت؟ نه، کشور و حکومت اینجا یکیه. شورای همکاری خلیج فارس بین قراردادی که بسته شده بین رؤسای این کشورها بسته شده و همونطور که رفتن به نجات کویت و امیر کویت و خاندانش. اولین واحدهایی که وارد کویت شد بعد از تحریر به قول معروف قطری بودن و مقرشون هم در حفظالباطن سعودی بود. این است که میخوام بگم اگر اینا وارد شدن کار غیر قانونی نکردن، اما 2000 پاسدار جمهوری اسلامی در لبنان کار غیر قانونی بود که از ایران نیرو فرستادن در لبنان و هنوزم در لبنان بیش از 300 نفر از افراد سپاه قدس و سپاه پاسداران هستند. آقای احمد فروزنده در لبنان ستاد داره و مرتب میره و از اونجا توطئه علیه دولت مستقل لبنان میکنن. این مداخله است، نه اینکه شورای همکاری خلیج فارس 1500 تا نفرات بفرسته که تازه در ایران تظاهرات کردن جلوی سفارت عربستان، جلوی سفارت بحرین و فحش و ناسزا و فضیحت. بعدم میگن که نیروهای عربستان مردم رو کشتن. نیروهای شورای همکاری خلیج فارس با مردم بحرین درگیر نیستن، بلکه فقط فرودگاه ها، بندر، همون جایی که آمریکایی‌ها هستن، همون بندرگاه، مراکز حساس، رادیو تلویزیون، بانک مرکزی، اینا رو حفاظت میکنن. در رویارویی با مردم خود پلیس و ارتش بحرین است. من فقط میخوام دروغگویی رو اینجا باز بکنم که اینا چقدر منافقانه دروغ میگوین.